ما تنها موجوداتی هستیم که تا سنای بالا هنوز داریم شیر میخوریم. اونم شیر یه موجود دیگه. بعد هر روزم هی میگن شیر تو خوردی؟ به نظر شما این کار یکم عجیب نیست؟ اصلا درسته که اینطوری شیر مصرف کنیم یا نه؟ بیا ببینیم ماجرا چیه. تو 10 سال اخیر شیر یه جورایی شده سوژه بحث. یه عده میگن شیر یه غذای مهم و مقوی و برای استخوان‌ها لازمه، اما یه عده دیگه میگن باعث سرطان میشه و طول عمر رو کم میکنه. خب حق با کیه؟ و اصلا چرا داریم شیر میخوریم؟ شیر غذای اصلی هر پستانداری بعد از تولده، زمانی که دستگاه گوارشمون هنوز کوچیک و خامه. در واقع شیر یه جور غذای تقویتی قدرتمند برای استارت بدن و کمک به رشدمونه. چربی، ویتامین، مواد معدنی و قند مخصوص خودش لاکتوز رو داره. تازه تا یه مدت بعد از تولد پر از آنتیبادی و پروتئینه که ما رو از عفونت‌ها محافظت میکنن و سیستم ایمنیمون رو تنظیم میکنن. ولی خب تولیدش برای مادر خیلی انرژی بره. کم کم آدم‌ها خوردن شیر مادر رو قطع کردن و رفتن سراغ غذای بقیه خانواده و این روند تا هزاران سال همینطوری بود. تا حدود 11,000 سال پیش که انسان‌ها تو اولین روستاهای کشاورزی ساکن شدن و خیلی زود حیواناتی مثل بز و گوسفند و گاو رو اهلی کردن و فهمیدن این حیوانات چیزای بی‌ارزش رو می‌خورن و تبدیل می‌کنن به یه غذای خوشمزه و مقوی. این موضوع مخصوصاً تو دوره‌های سخت خیلی به بقا کمک کرد. برای همین گروه‌هایی که به شیر دسترسی داشتن از نظر تکاملی جلوتر بودن. این باعث شد ژن بعضی از گروه‌هایی که خیلی شیر مصرف می‌کردن تغییر کنه. ماجرا مربوط میشه به آنزیمی به اسم لاکتاز. نوزادها کلی از این آنزیم دارن تا بتونن لاکتوز رو هضم کنن، همون قند شیر رو. ولی وقتی بزرگتر میشیم به مرور زمان تولید این آنزیم کمتر و کمتر میشه و حدود 65% مردم دنیا بعد از کودکی دیگه این آنزیم رو ندارن. یعنی نمیتونن بیش از حدود 150 میلی لیتر شیر رو در روز هضم کنن. البته این قضیه تو کل دنیا یه جور نیست. مثلا تو بعضی کشورهای شرق آسیا تا 90% مردم لاکتوز رو تحمل نمی‌کنن. ولی تو اروپای شمالی و آمریکای شمالی این عدد خیلی پایین‌تره. چند تا دلیل داره. اول اینکه این ویژگی از یه جهش تصادفی تو چند تا جمعیت مختلف شروع شد. بعد با گسترش کشاورزی و کم شدن شکار، آدمایی که میتونستن شیر هضم کنن، غذای بیشتری در اختیارشون بود. برای همین انتخاب طبیعی باعث شد این ژن بین مردم پخش بشه. مهاجرت کشاورزای دامدار همین ژن رو به مناطق شمالی برد. حالا اگر شیر هزاران سال غذای مهمی بوده، چرا امروز این همه بحث برانگیزه؟ در مورد فواید و ضررهای شیر کلی حرف زده میشه، از پوکی استخوان گرفته تا سرطان، بیماری قلبی، عدم تحمل لاکتوز و آلرژی. خب بریم ببینیم این حرفا چقدر درسته. چند تا تحلیل قدیمی گفته بودن شیر با سرطان پستان، روده و پروستات ارتباط داره. اما بررسی‌های بزرگتر نشون دادن شیر به طور کلی خطر سرطان رو زیاد نمی‌کنه. حتی کلسیم شیر احتمالاً در برابر سرطان روده مفیده. البته شاید این اثر بیشتر به خاطر خود کلسیم باشه، نه خود شیر. فقط در مورد سرطان پروستات، تو کسایی که روزی بیشتر از 1 لیتر خورده شیر می‌خورن، یه افزایش ریسک دیده شده. ولی اونم همه جا تایید نشده. در کل تحقیقات میگن اگه روزی 100 تا 250 میلی لیتر شیر بخوری، از نظر سرطان خیالت راحته. در مورد بیماری‌های قلبی و سکته هم بررسی‌ها نشون دادن که شیر هیچ اثر منفی نداره. یه سری تحقیقات حتی میگن کسایی که لبنیات زیاد میخورن کمتر دچار فشار خون بالا میشن. ولی این یکی هنوز قطعی نیست. ماجرای استخوان‌ها پیچیده‌تره. یه سری تحقیقات نه اثر مثبت پیدا کردن و نه منفی. یعنی خیلی فرقی نمیکنه. خیلی‌ها نگران آفت‌کش‌ها، آنتیبیوتیک‌ها و هورمون‌های داخل شیرن. بله شیر هورمون داره، اما اندازش خیلی کمه. مثلا برای اینکه به اندازه یه بسته قرص ضد بارداری هورمون وارد بدنت بشه، باید 5000 لیتر شیر بخوری. اون هم تازه بیشترش قبل از اینکه اصلا بخواد اثری بذاره تو دستگاه گوارش از بین میره. در مورد آفت‌کش‌ها و آنتیبیوتیک‌ها هم قوانین خیلی سختگیرانه‌ای هست و شیرهایی که مقدار زیادی ازش داشته باشن اصلا اجازه فروش ندارن. پس از این نظر هم چیز خاصی برای نگرانی نیست. اما غیر از آلرژی و عدم تحمل لاکتوز، مهمترین اثر منفی شیر احتمالاً جوش زدن، دلپیچه و ناراحتی گوارشه. مثلا شیر بدون چربی احتمال آکنه رو 24% افزایش میده. آلرژی به شیر هم بین بچه‌ها شایع‌تره. حدود 1 کودک از هر 18 کودک که معمولاً هم با بزرگ شدن بهتر میشه. خب
پس شیر سالمه یا نه؟ شیر چه انسانی چه حیوانی یک غذای پرمغذی، هم مواد درشت مغذی داره هم ریز مغذی های مهم. تو جاهایی که مردم کالری کافی نمیگیرن، شیر نقش بزرگی تو کاهش مرگ و میر داره. تو کشورهای پیشرفته هم اگر آلرژی یا عدم تحمل نداشته باشی، شیر ضرر خاصی برات نداره. برای بچه‌ها منبع خوب کلسیومه و برای گیاهخوارا هم منبع خوب ویتامین B12 و کلی ویتامین B دیگه است. اما این یعنی مجبور نیستی شیر بخوری. جایگزین هم وجود داره. فقط یادت باشه شیر جایگزین آب نیست. شیر کالری داره و اگر زیاد بخوری ممکنه باعث چاقی بشه. خصوصا شیرهای طعمدار و شکلاتی که بیشتر شبیه نوشابه‌اند تا یه نوشیدنی سالم. یه چیز مهم دیگه اثرات محیط زیستی شیره. حدود 33% زمینای کشاورزی جهان برای خوراک حیوانات شیرده استفاده میشه. با اینکه میزان آلودگی این صنعت از 1990 کمتر شده، هنوز حدود 3% کل گازهای گلخونه دنیا مربوط به لبنیاته، بیشتر از کل هواپیماها. از طرف دیگه صنعت شیر به خصوص پرورش صنعتی برای حیوانات واقعا دردناک و آزاردهنده است. گاوها هی باردار میشن، از بچه‌شون جدا میشن و وقتی بدنشون دیگه توان تولید نداره، کشته میشن. نمیشه نادیده گرفت که بخش زیادی از شیری که میخوریم از صنعتی میاد که هم برای حیوانات شکنجه آوره، هم برای محیط زیست بده. اما شیرهای گیاهی چطور؟ از نظر پروتئین و ارزش غذایی فقط شیر سویا هم سطح شیر گاوه. بقیه معمولا باید با ویتامین و کلسیوم غنی سازی بشن. بنابراین میتونن جایگزین باشن. یه گزینه جدید هم اینه: شیر غیر حیوانی که چند تا استارتاپ با تخمیر باکتری‌های مهندسی شده درست کردن. این شیر از نظر تغذیه‌ای عین شیر گاوه و حتی میشه ازش پنیر درست کرد. چیزی که شیرهای گیاهی خیلی توش مشکل دارن. اما از نظر محیط زیستی خیلی از شیرهای گیاهی انرژی، آب و زمین خیلی کمتری مصرف میکنن. پس اثرشون خیلی کمتره. اگر میخوای کمترین آسیب رو به محیط بزنی، بهترین گزینه هر شیر گیاهیه که محلی و منطقه‌ای تولید میشه. در نهایت مثل اکثر موضوعات، ماجرای شیر هم پیچیده است. برای خیلی از آدم‌ها ضرری نداره و برای خیلی جاهای دنیا لازمه. غذای خوبیه اما برای کره زمین ضرر داره و برای حیوانات هم رنج زیادی ایجاد میکنه. در نهایت این ماییم که باید تصمیم بگیریم چطور با این واقعیت برخورد کنیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. به خدای بزرگ میسپارمتون. بدرود.